هون گداریا رادیو تازش مسکوی دکن. سلاف و دما بخیر گدارین دلال. رادیو تازه اند کارم ببینیم تو رو اینترنت و نابونیشانه. مالپر آریا تازه نقطه کم. ایرو شمی 16 تیرمیه گداریا دنگو باستن هفتیه که بکن. فرانسا دیساشین الباجاری نیتسه فرانسه یریشه که خوکشی پیکات اولگور زانیارین حتی نا هریکیم 84 کسان جیان خوش دست دانه و 120 کسان دنجی بریندار بونه. شوا پیشمی 14 تیرمه دمه که خلق فرانسا مجولی بریبابرن آهنگ روژ نشتمانیا فرانسا روژ باستیلی بود. باجاری نیتسه یل باشوری وی ولاتی کامیونک دربازی نو ولاتیان کرد. هر وقت دربازبون کامیونید نو خلقی دا دنگی تقای چکاشی هات بیستنه. الگوری شادین بیوری ابتوجوی کامیونش علی پلیسان و هات کشتن. پلیس فرانسا دخواست جوالتی این کرد که المانی خواب مینن و در نکبن داری. برپس باجاری نیتسه فرانسا جی راگیاندیه که بیورا 14 تیرمه یریشا تروریستی بوده. الگوری دیمن این ویدیو ینکو پشتی بیاری بلا بونه ترمین دهان کسان سر جداین کتنه. علی دن والگور نوچیان چپکانیک پلیس نیتسای راگیاندیه کلسته یریشکاد نستمای کسک شتونیسی در کتیه. سروک فرانسیا فرانسوا هولند دخینیک چپامنی دا امجه بیه که کرد یریش دما پیروز باین سیمبول روز آزادی دا پیکاتیه و راگیاند دیرفش آورده به پیکانین. روز 13 مجدار 2015 پایتخت فرانسا پاریس یریش یک دن پیکاته بود و انجامی دا 130 کسان شیانخوا دست دا بود. سروک هریم کردستان مسعود بارزانی یریشل باجاری نیتسه شرمزار کرد. گردخیانی مال پرمی یا سروکتی هریم کردستانی سروک بارزانیش بر یریش تروریستیال باجاری نیتسه و کشتن همولاتین بتوان خمگینی و دلگرانی خواهانی زمان و گوت تروریست دشمن مروباتین و دژی آزادی و بختواری مروبان همو جیانین. یریش تروریستان سر بجدربوین سالوگر روز نشتمانیا فرانسه یریش کردن سر پرینسیپ و بهاین آزادی خاص و وکهوی و براتیا شورش فرانسه کو پرینسیپ انسانی و جهانی نه. دنا پیر ایوار الباجاری حولی سروکی هریم کردستان مسعود بارزانی بجداری مراسم سالگرد روز اجتماعی یا فرانسه داکر مراسم کش علی کلسوخانه فرانسه یا حولی رو هات بو آمده کردن با مدبون هجمارک برپرسین سیاسی و کسیاتی و نونرین ریخستن هریم کردستانی هر و نونرین ولاتن بیانی الباجاری حولی بریوچو. مراسم دو کنسولی گیشته فرانسه آلان چپخات گوتور خود اسپاسیا آمده بون مسعود بارزانی کرد و بس پیوندی و دوستانیت نوبر گل فرانسه و گل کردستانی داکر زانی که سردن سروک فرانسیا فرانسوا هولند بو حولی یادیلون سال 2014 دا نشان دوستانی هر دو گلان بود. باسکی لشکری یپیکی هزین پراستن گل داخلی که دا راگیاند یریش روز دیت کرمی المردینی دا 40 لشکرین ترکیه هات نکشتن. داخلی یپیکی دا دربار یریش بومبئی نه تیرمی لسر فرماندای جندرمه یا سبزل که دا تیگوتن که خرقول لشکرم تمامی هات بیران کردن و هات کفش کردن که دبی یریش دا تبی فرماندای خرقول 40 لشکر جهات نکشتن. ولیتی مردینی دربار وی یریش دا راگیاند بکو اندامین پیکی بودومبیل که بومبکری یریشی فرماندای خرقول جوزل که کردن و انجام دا دو لشکران و ولاتی کشیان خوش دستان. پشتی در کتن شهر هجمرو که زده هزین اولی بربجی پیپچون و هاتن شاندن و لشکرین بریندارش بو نخوشخانای دولتی یا مردینی هات بگوستن. هزین ترکی پشتی پیپچونان جاردن دوری دست اپیراسیونی کرن. 13 گوند نوچه فرقین آمدی قدغه در کتنا در وقت راگیاندن. ولیتی آمدی راگیاند بسبب کل هریمن کازان داغی گری گلوان گری هزن گری مدبر تاخ چتاک نعی بوجاک و گری گوزالای گریلای پکیکهنه ارتش و ترکی دلوان هریمن اپیراسیونی بکه. بریان هاج الفرقین در کتناش مالان هاتبو قدغه کرن و اپیراسیونن چند هفتیان بردوان کربو. جالی دن و نهال نوند شرناخ نوچه نسبینا مردین جی قدغه ددومه. 22 گند و تاخ نوچه ارتوکلو جای مازی و دیریک و مردین جبر اپیراسیون دجی پککی دو اجدانی سبی و قدغه در کتنا در وهات راگیاندن. پشتی راگیاندن قدغه بجداری لشکر پولیسان اپیراسیون دست بکر. گور داخلینی دبرین هاتنا قدغه کرن. پارزگری شرناخی داخلینی که نویسکی داراگیان بسبب تروریستان هر دو گندین گلیازی و ارتسی یگر دای قلبانی 13 تیرمه در کتنا در واتی قدغه کرن.
رخصتنا چاودیریا مافین مروان همان رایچ وچ دبیجه دولت ترک نیشتیل با کوری کردستانی سدمین کشتن سیویلان بین لپرسین کرن و دخوازه زودترین بیارین جزیره بین لپرسین کرن همان رایچ وچ درباره ویران کرن و شر نوچه جزیره بوتانی دا راپورتک آمده کر و داخیا کرن با کوری کردستانی نیشتن کوری خستن بی آلی و سربخوا درباره بیارین بمپری کرن مافین مروان دا لپرسینان بکن بانک دولت ترکیه تکرن زودترین دستور بده کمیساریات بلند یا مافین مروان کل حریم لکولین بکه تی راگیاندن 355,000 سیویل جیخا کوچبر بونه هریکم 338 سیویلان دنو پیفچونن هزین ابلکاریا ترکیه و یکینای پاراسنا سیویل دا جانی خو دستانه هر وقتی دست نشان کرن گل هند سیویلان آلاین سپی دابون شالی هزین ابلکاریا ترکیه و هاتن کشتن و دنو سی جرزمینان دا 330 سیویل و شروان بریندار بزانه بون هاتن کشتن جگری سروکی گیشتی یه پارتی هریمان دموکراتیک سیدی پراد بجه دولت ترکی نایله بو خلقی که خانیر من هاتن بیران کرن آلی کاری بکرن پارتی هریمان دموکراتیک و کنگری جواکا دموکراتیک درباره اپراسیون و قدغین درکتنا در و دا دیار بکری دخیانیک هفاردان جگری سروکی دی پی خیا کرش بر قدغه و اپراسیونان سری دا زاروک و کالامیر گلی هریمی شرط زحمت دا تکوشینا جیانی دادن اوی دا زانین خیرخواست و خزمین وان کسان در پتن خان درمان زاد و ذخیره کم کرنه لی دولت وان آلیکاریان آستنگ دکه هزین اولکاریش دمین اپراسیونی گرانتر اسکنچه درونیل گرد که و شکمت خاص زودترین دم اف پیکانین بین داوی کرن آژانس آنادولی یحبتیا بوری را گیاند بکو پرماندای پککی باهوس اردال قاموشلوی لروجاوی کردستانی دنجام ایری شکی دلگل پارزوان خواهاتیه کشتن پککی اب ایدیا رد کربو و را گیاند بو باهوس اردال کردستانی سرکاری خواهی پرماندای پککی بناوی کود باهوس اردال و نوی رسن فلمان حسین الرادی یا دنگ کردستان را گیاند نوچین الميديا این ترکیه درد کبن دربن از ساغم و سر کاری خامه روز چهارشنبه اردال برادی یا دنگ کردستانی را آخوی و یاری اون چین درباره کشتن خدا رد کرد اردال واقعی گلمه درباره دربین دولت خودی از مونه نو چین کش میدیا این ترکی درد کبن دربن از ساقم و سرکاری خامه اب دخیانین برپرسن ترک و میدیان ترک به اصل و اساسن پرچک شری پسیکولوژی و سیاست درآورده روسیه دست به گشت خواهی توریستیک با ترکیه کریه لیهش ولاتین روسیه نخوازن جبر پرسکریکین ابلکاری سردان ترکیه بکن حکمت روسیه را گیاند که سفرین پروکیین چارتر با ترکیه تنی پشتی دو هفتیان آنکو داویا بی مهید کارن دست بکن پشتی 8 ماه قدقیان یکمین سفر گشتیارین روسیا بریا چند روزان گشته بو آنتالیا و کیف خوشیش آلیا رایدرین ترک واقعاتن پیشوازی کرن لیبلی دیاره کیف خوشی شرکتن مسافران ین ترکیه دی ناچه سری ریببرا شرکت مسافر یال موسکوی میدیا مراد داکبشه پرانیا گشتیارین روس وک پرینسیپ نخوازن بچن ترکیه میدیا مراد و وادومان پرانیا گشتیارین ایسال دچن قبریس یونانستان بلغارستان ایتالیا اسپانیا تونس و ولاتن دن ین دریاسپی لی ناچن ترکیه حتی تبی که پیوندی آسایی بونجی لی دیساجی نخاشی و عاجزی هجدمینه بگاوی پشتی راکرنا قدقانجی همو گشتیار نه آمدن که سردانا ترکیه بکن سدمه کردنجی هبونا پرسگریکا اولهیه حکمت روسیه گیروبونا دست ببونا سفرین پروکیین چارتر پرسگریکا اولکاری و شروبت که اوش حکمت ترکیه گارانتی دخوازه هر سال نزدیکی 4 میلیون مسافرین روس سردانا ترکیه دکرن با مدبون سروک حریم کردستان مسعود بارزانی نابر حریم کردستانی و آمریکایی دا پروتکل لشکری هاته امضا کردن پروتکل بن چودری بارزانیش علی وزیر نوخوا و وزیر پیشمرگه کریم شنگالی و جگری وزیر بربانی آمریکای الیسا سلوتکی و هات امضا کردن گوری پروتکل دا آمریکا علی کاری لشکری و دارایی بده حریم کردستانی و اف پروتکلشی حتی دبیر شهر دژ دایش در بازدار به برپرسین حکمت حریم کردستانی آماجه بیه که دکن کو یکمین پروتکل لشکری و دارایی دنابر هولیر و واشنگتنی دایه پشتی امضا کردن پروتکل لشکری یا دنابر حریم کردستانی و آمریکایی دا بریار ریبرین هر دو آلیان هبشی ماشین وزارت پیشمرگه دابین بکن سیاستمداری گلی کردستانی بحث گرنگی پروتکل نابر هولیر و واشنگتنی داده که او دبیجه کردان گارانتین آمریکایی ورگرد
پدکی دخیانی که دا هشاری دا پککی او راگیاند پککی زانیاری نراست لدجی کادر و آلیگرن ما بلاب دکه او دجاتی هول نتوی و نشتیمانی ین ما ین درباره رفرندوم و سرخوبون کردستانی داده که روز پیشمی بردف کی فرمی یه پارتی دموکرات کردستانی محمود محمد دخیانی بلاب کر او تدا تندی هشاری دا پککی دخیانی دا تی گوتن که هیامه که چند مال پر و کانال تلویزیونی ین سر پککی و هنه نوچه و زانیاری درب و چکری بلاب دکن و نوی دوست و آلیگرن بدکی خراب و لکدر دکن بردب کی فرمی یه پدکی هرواد بیشه ام خلقی تکوشری کردستانی آگادار دکن و تویه نوچه و زانیارین دربن و جراستی دورن آرمانج پککی شبلاف کرنا وان پروپاگاندا و زانیارین نراست دجاتی کرنا پدکی و هبلین بین یه نشتیمانی یه وک رفرندوم و سرخوابون کردستانی و هروا بزرگداین وان لسر نشتوان گندن حریم کردستانیه بردب کی فرمی یه پدکی دا کبشه که پککی هبل ده ری و آباکرنا وان گندان بگره ین که کنترل کرنا و هروا هبل ده گندن که هاتنا آباکرن جی دوباره ورن بیران کرن و والا کرن الگوری دخیانی محمود محمد بانگ پککی دکه که دب جدربان و زانیارین نراست برده هروا داویو دخیانی دا پدکی تندی حشاری ده پککی و تدا دبیجه بیست بیه که باش بزانن که اگر هر کس و آلیک دستریجی بکه سر کادر و آلیگرین پارتیا ما دبی البلندا برتکه تند یا پدکی بن برپرسه بلند یا پیده و هفسروک مجلس سوریه دموکراتیک ایهام احمد درباره پروتکل لشکری یا نابر آمریکا و کردستان دا راگیاند آرمانج آمریکاش پروتکل ریگرتنش بلابونا هزاهی یا سر اردیه کل دیجی تروری شرد که گوری میدیا پیده ایهام احمد راگیاند آرمانج آمریکاش پروتکل اوه که هزاهی بلاب نبه پدکی جنها نچار بیا دوی موچین پیشبرگین خوا بدن یعنی پدکی دوی رفشی دا نچار بیا درباره باندور به پروتکل سر اپراسیون رزگار کرنا من بیجی داجی برپرس پیدی دست نشان کرد اب اپراسیون دموی هاتیه اجبر که هلبجارتن آمریکا نزدیک بونه دوی دست کپتن مزن دست بخن اجبر بیا که دخوازن اپراسیون موصول جی بدن دست بکرن چکدارین دایشیل سینوری نوچه داقوک یا کرکوکی یریش چپرین پشمرگه انکرن دنجام پیچونی دا سه پشمرگه شهید بون و دو پشمرگه جبرین دار بون همین جبکانی راگیاند که چکدارن دمک کرد چپرین پشمرگه دست قسطیه لی پشتی دمک کرد جورکتن پشمرگه کارن چپرین چتاین دایش بستینن جوات لشکری یا منبیجی یانزده تیرمه دست اپراسیون رزگار کردن روجوای منبیجی کرد و پروکین های پیمانان جی پشگری دادن اپراسیونی هات زانی که پروکین های پیمانان 20 جاران چپرین دایشی بمب باران کردن نزدیکی مهکی هزین سوریه دموکراتیک و پیشنگی یکیناین پاراستدان گل اپراسیون رزگار کردن منبیجی دست بکردن و باجار درپیچ کردن شهر نو باجاری منبیجی تا خونده دجوارتر دبه و شهروان انجمان لشکری بالا پرکه به پیلوت یا دایشی خستن شونده که نتوان یگرتی سردن باجاری شنگالی یک کردستان باشور کرد اوش آلی قایم او رایدرین باجر و هات پیشوازی کرن قایم شنگالی محمد خلیل روزنامه‌نگاران را گفت 14 تیرمه شونده که نتوان یک بوی کنونری سکرتاری گیشتی نتوان یک بوی بانکی موشتی دابو سردن شنگالی کرد محمد خلیل دازانی که شونده نتوان یک بوی شبون شپاندن رفش خلق شنگالی او دوری هاتی شنگالی قایم شنگالی دازانین که نونرتیا نتوان یک بوی عراقی 3 میلیون دلار جبون شنگالی جدا کر او گوت ام سپاسیو نتوان یکتی دکنش بو و یکی محمد خلیل آنیزمان که وان شاندا نتوان یکتی را گوتنه شنگال ایدینو خوزه گریدای حکمت عراقی بمینه بلا شنگال به پارزگی او گریدای حریم کردستانی به لگوری آگاین قایم شنگالی شاندا نتوان یک بوی برای در او ریوبریا شنگالی او پشمرگه راجی جبیان پروگرامی خارنا جهانی یا نتوان یگرتی راگیاند یکم پروکای بار هلگر بالیکارین مروایی گیشت با کوری سوریه پروگرام خارنا جهانی بیاننامه که دا گوت پروکه 40 تونین خارن هلگرتی گیشت پروکه خانا قابوشلو بو آلیکاری کرنا 275,000 کسان که دما 6 مین داویدا علاوین جیانی قط بونه پروگرام خارنا جهانی به 25 گشتان نامبر پشتخت سوریه و قابوشلو مهکی دا پیک بینه
یکینای پرستنا گل روجوه کردستان جی داخینی دا راگیاند که 11 تیرمه دا شب هر دو ریخستن تندرا یندایشی و عنیا النصرا یریش کوبانی و تاخا شیخ مقصود بجاری حلب کرن. دنجام یریش چکدارن دا هجمارک ولاتین سیویل بریندار بونه. هر با یپگی راگیاند که چکدارین دایشی همه بی روجب چکن گران یریش گندی قادری یا گردای بجاروک شیخلر و 23 کیلومتر بنداو ترشینی کرد. شروانین یپگیجی برسیب دان یریشی و انجام پیپچون دا 6 چکدار هاتن کشتن. 4 روزین داوی دا حلب 57 سیویل هاتن کشتن و 497 جی بریندار بونه. هات گوتن 15 جن و 22 زاروک دناب کشتیان دابون. لگور آگاداریان باکوری حلب چکدارین جبهت النصرا و تفگر نورالدین زنگی در بازی نو دوری ملای بونه. ملای بن کنترل هزین حکمت سوری دایه. شالی دن واجی پروکین روسیه پشتوانی دان هزین حکمت و چکدارین اسلامی و ین دجبری بمب بران کرن. نو بازاری حلبی روش بروش شهر دجوار دبه و ارتش سوری بالیکاری هزین آلیگرن خو پیش دکوه. جبکانی که تایبت الحلبی راگیاند ارتش سوری بالیکاری چند هزین آلیگرن خو بشکی مزنش تا خو بنیزت یا نزدیکی شیخ مقصود کنترل کرد. همین جبکانی نشان به یکی داکو ارتش سوری بالیکاری هزین آلیگرن خو و پروکین شهر ین روسیه با کوری حلبی پیش کتنه. جبکانی اشکره کرد که بشک چکدارین ارتش آزاد و هزین دن ین دجبرای در بازی ناب تا خو سوریان کم بون و شر و پیپچونین گران نبروان ارتش سوری دا قومی و انجامی تا گله کشتی هنه. دنگ و باسنجیانه ایالت میچیگان یا آمریکا گیریش که چکداری سر آویو دادگاه یا سانت جوزف 3 کس هات نکشتن. هزین پلیس این ایالت میچیگانی پشتی گیریش چکداری سر آویو دادگاه دوره بیرن سر هاتون چوینه گرتن. میدیاین آمریکایی را یاندن کد انجام بی گیریش چکداری دا 3 کس هات نکشتن. هر وقت هات گوتن که کسی گیریش کارشی شالی هزین پلیس هاتی کشتن و پلیس کشی بریندار بیه. گوری نوچه دیترویت فری پریس 2 کس جان 3 کسین که جان خوش دست دانه کارمندین دادگاهی بونه و که میدیو بجی بس کرنه ایریشکار گرتیک بیه که هزین اولی ابو زندانی و گوستنه کدری دا چه که کسکش هزین اولی جدستینه و بوی چه که یریش پکتینه. انجمن اجتماعی یا کرد لسوریه شکمت دمکی یا اپوزیسیون سوری درکد. سدم و بریاری جی ابکو جبرکو کابینت وزیران نبوده یکی دموکراتیک هاتیه بلاب کرن بریار هاتیه ستاندن. هر پیمانی اپوزیسیون و هیزن شورش گریان سوریه استانبول جبکو پی باواریا حکمت نویا دمکی بستینه به جویان. انجام وان جوینن که جبو چپامنی گرتی بود. نوتهشت اندامین جوینا پیمانی اپوزیسیون و هیزن شورشگر ین سوریه بدنگدان 6 دنگن ارینی به باوری دان حکمت نو. یکتیان اجتماعی یا کرد سوریه یکش گرنگترین پیکاتی اپوزیسیونی راگیان جبرکو شیور وزیرم دموکراتیک نهاتیه بلاب کرن ابش حکمتانو درب کبن. پارلمانتاری سوری شریف سهاده و کسی که نزدیک حکمت سوری راگیاند حکمت سوری دی دخواست ترکیه بو آسایی کرنا تکلین نوبر حرب بلاتن دا نرخان که حکمت سوری مرجین خواهنه. پارلمانتاری سوری گود بری کریز سوری پیوندی نوبر حرب دو حکمت سوری و ترکیه باش بون لیبلیش دست پیکو کریز سوری سال 2011 دا حکمت ترکی سینوری خواه بر کومن تروریست بکر و دست وردان ناب کاروباری نخواهین سوری دا کر. اوی دا خویا کرن که حکمت سوری بو آسایی کرنا پیوندی نوبر حرب دو بلاتن گل ترکیه شرط و مرجین خواهنه که گرتن سینورین خال بر کومن تروریستی و سکناندن پشگریا کومن تروریست ناب آخا سوریه دا شرط آسایی کرنا تکلین نوبر حرب دو بلاتن سوریه و ترکیه نه. شریف شهاده که کسی که نزدیکی سروکی سوریه بشر اسد بردوامی آخوبتن خدا هبونا هر جوره تکلیه که راست رست نوبر شام و انقره دا رد کرد و دا زانین تشتکی ندوره که گوهرتن سیاست در و یا ترکیه پیوندین دو آلی نوبر هر دو ولاتن دا بگره رفش خواه آسایی. سرک وزیری ترکیه بنالی یلدریم روز چهارشنبه سیگنال که دن بو آسایی کرنا پیوندین نوبر ولات خواه و سوریه دا او گود او جوی یکی باوره که پیوندین ولات ویل گل سوریه دا بگره رفش آسایی. هفتیو بوری انجمن نونرین آمریکا به پرانیا دنگان بریار کنول دژی تایرانی دا اولگوری وی نوبه آمریکا آباگران ایرانی بکره. الگوری وی بریاری کرین آباگرانش ایرانی تی قدغه کرن. آباگران چالاکین اتمی و چکرنا چکین اتمی تیب کارانین. سروکی آمریکای باراک اوباما بری پجراندن وی بریاری جی گپ خواب یکی کرن بکو هگر هات و انجمن نونرین کرین آباگرانش ایرانی قدغه بکه دیو جی مافی ویتوی بو پوچکرنا بریاری بکار بینه.
اف بریار پشتی در بازبون ساله که سر کپتن اتمی ایرانی را تستاندن و سرکاتی آمریکای نیسان ای سال بریار کد دی به 8 میلیون و 600 هزار دلاری آبا گرانش ایرانی بکره لی اب یک ببو سدما در کتن نرازیبون پارتی کمریان دما بجراندن آبی بریاری دا 240 نه اندامن انجمن نونرین آمریکا گوتو بو اری و 3 هفته و 6 اندامجی نرازیبون خو نشان دابون. بدارین هجای و بو بشانا دنگ و بس نفتیه که شرچر پرچین کردستانی و کردن دیاسپوروی هرو نوچین نونتوی جاره کدن هفتیاتی دیسل سروی نونیشانی امی راستی هبین برنامه یا دنگ و بس نو یا رادیو یا تزه بیلاستور کی پیشکشی بکر حتی نی بشانا نو بمینود نو خیر و خوشیده